شاپوری املت خیلی معروف قهوه خونه‌ای تو رشته که امروز با هم درستش میکنیم. اول روغن رو میریزیم توی تابه و وقتی داغ شد یه قاشق رب رو حدوداً 1 دقیقه توش تفت میدیم تا عطر و رنگش آزاد بشه. حالا راز خوشمزدگی املت قهوه خونه‌ای اینجاست که با نصف استکان آب سرد رب رو به یه سس جذاب تبدیل کنیم و نمک و فلفل سیاه بهش بزنیم و 1 دقیقه هم که سسمون سرخ شد تخم مرغ ها رو بهش اضافه میکنیم. حالا یه نکته مهم دیگه اینه که به زرده ها کاری نداشته باشین و فقط سفیده ها رو هم بزنین تا ببندن. بعد از اینکه سفیده ها بستن میریم سراغ زرده ها و اونها رو هم میزنیم تا بپزن. البته من چون عسلی دوست دارم با یه دونه از زرده ها کاری ندارم که همینجوری سالم بمونه روی کار. حالا املت رو بکشید کنار تابه و بریم سراغ تفاوت اصلی املت قهوه خونه های رشت با باقی شهرها که اضافه کردن خوراک لوبیا به املته. البته مخلوطشون نمی کنیم. لوبیا همون کنار میمونه، املت هم اینور. روش هم فلفل سیاه میپاشیم، گلپر اضافه میکنیم که عالیش میکنه و روغن زیتون هم که نگم براتون. در آخر آب لیموی ترش رو هم میریزیم روی مواد و شاپوری املت قهوه خونه‌ای رشتی ما آماده خوردنه. به به به، حتما امتحانش کنید، بی‌نظیره.